آیا تا به حال فکر کردید بعد از مرگ چه بر سر روح میاد؟ آیا واقعاً دنیایی پس از این جهان وجود داره؟ و اگر هست، روح در آن دنیا چه میکنه؟ درود و مهر. دوستای عزیزم، به کانال سفر به ژرفای روح خوش آمدید. اگر به آگاهی‌های روحی، تجربه‌های بین دو زندگی و حقایق سفر روح علاقه دارید، حتما کانال رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو بزنید تا در ویدیوهای بعدی هم همراه هم باشید. آنچه در این ویدیو میشنوید برگرفته از تحقیقات و رواندرمانی‌های دکتر مایکل نیوتن، هیپنوتراپیستی که در طول دهه‌ها بیش از هزاران بیمار را به حالت هیپنوتیزم عمیق برد و از زبان خودشان تجربه روح پس از مرگ را ثبت کرد. بنابراین تمام مطالب این ویدیو بر اساس یافته‌های مستند و علمی در حوزه روانشناسی روحی است. مرحله اول، جدایی کامل روح از بدن فیزیکی. به محض اینکه بدن فیزیکی از کار میفته، روح خودش رو در حالت سبکی و شناوری احساس میکنه. احساس شبیه اینه که از قفسی بیرون آمده باشه، رها از درد و ترس. احساس آرامش میکنه و درک میکنه که هنوز وجود داره. در این مرحله ممکنه هنوز کمی گیج یا سردرگم باشه، مخصوصاً اگه مرگ ناگهانی بوده باشه. اما خیلی زود نوری نرم و آشنا ظاهر میشه، نوری که از جنس عشقه. بسیاری از ارواح در همین لحظه میگن تمام ترس‌ها و باورهای اشتباه از بین رفتند و مرگ هیچ رنجی به همراه نداره. مرحله دوم، حضور راهنمایان و نزدیکان روحی. روح خیلی زود متوجه میشه تنها نیست. راهنمایان روحیش که از ابتدا همراهش بودن به استقبالش میان. گاهی هم عزیزان درگذشتش ظاهر میشن تا به او آرامش بدن و عبور رو براش آسان کنند. مایکل نیوتن در تمام جلساتش تاکید میکنه در هیچ تجربه‌ای روحی دیده نشده که به عذاب ابدی یا قهر الهی فرستاده بشه. تنها خود روحه که اگر کارهای ناهماهنگ یا آسیب زننده انجام داده باشه، در درونش حس پشیمانی یا سنگینی میکنه. مرحله سوم، تونل نور و انتقال به دنیای روح. بعد از دیدار با راهنما، روح از میان تونلی از انرژی عبور میکنه. این تونل مثل دروازه‌ایه میان زمین و جهان روح. روح هنگام عبور از این تونل کاملاً از ارتعاشات زمینی فاصله میگیره و وارد دنیایی میشه که مملو از نور آگاهی و فرکانس‌های عشق خالصه. مرحله چهارم، دیدار با راهنمای اصلی. در بدو ورود، روح با راهنمای اصلی یا استاد روحیش روبرو میشه. موجودی از آگاهی خالص که به او کمک میکنه تجربه آخرین زندگیش رو مرور کنه. این دیدار بدون قضاوته، اما بسیار عمیق و آگاهی بخشه. روح خودش احساس میکنه که در زندگی زمینیش کجاها از مسیر عشق دور شده و کجاها رشد کرده. راهنما فقط به او کمک میکنه تا با دید بازتر خودش رو ببینه. مرحله پنجم، ورود به گروه روحی. در این مرحله روح وارد محیطی میشه که دکتر نیوتن اون رو گروه روحی نامیده. گروهی از ارواح که در اصل خانواده واقعی روحند. ارواحی که در طول زندگی‌های متعدد بارها در کنار هم بودند. گاهی در نقش پدر و فرزند، گاهی دوست و گاهی حتی دشمن. در این گروه روح احساس تعلق، عشق و درک متقابل داره. در اینجا هر روح تجربیاتش رو با دیگران به اشتراک میگذاره و از تجربه دیگران هم می آموزه. فضا کاملا آموزشی و پر از انرژیه. مرحله ششم،
مرکز آموزش و مرور زندگی ها. بعد از مدتی روح ها به مکانهایی میرن که نیوتن اون رو مدرسه روح نامیده. اینجا روح ها با کمک استادان تجربه زندگی گذشتشون رو در صفحه هایی یا نوعی تصویر سه‌بعدی مرور می کنند. در این مرور اونها نه تنها اعمال خودشون رو می بینند، بلکه احساس کسانی که به اونها خوبی یا بدی کردند رو کاملا حس می کنند. هدف تنبیه نیست، بلکه درک و رشده. روح در این مرحله تصمیم میگیره در زندگی‌های بعدی اشتباهاتش رو جبران کنه یا درس‌ها رو کامل بیاموزه. مرحله 7، برنامه ریزی برای زندگی بعدی. در این مرحله روح با کمک راهنمایانش نقشه زندگی بعدی رو طراحی میکنه. او انتخاب میکنه که در چه شرایطی متولد بشه، در چه خانواده‌ای، در چه فرهنگی و با چه درس‌هایی روبرو بشه. گاهی روح‌هایی که در زندگی قبل اشتباهی بزرگ کردند، خودشون انتخاب میکنند در زندگی بعدی در جایگاه قربانی یا خدمتگزار قرار بگیرند تا اثر کارهای گذشته رو از منظر دیگری تجربه کنند. این مرحله با دقت و آگاهی بالا انجام میشه و روح کاملا میدونه که دوباره به زمین رفتن یک مأموریت برای رشده. مرحله 8، بازگشت به زندگی جدید. در پایان روح در حالی که آماده است از میان تونلی از انرژی پایین میاد و وارد بدن نوزادی در حال شکل گیری میشه. در لحظه ورود حافظه آگاهیش خاموش میشه تا بتونه آزادانه تجربه کنه. اما همه اون دانسته ها در لایه های عمیق‌تر ضمیر ناخودآگاه باقی میمونند و گاهی در قالب الهام، رویا یا شهود دوباره ظاهر میشن. در واقع مرگ پایان نیست، شروع مرحله‌ای تازه از آگاهی است. روح میفهمه که تمام ترس‌هاش از مرگ بی اساس بوده و زندگی تنها یکی از اتاق‌های بزرگ خانه روحه. دوستای عزیزم، سپاسگزارم از همراهیتون. اگر این ویدیو براتون آموزنده بود، لطفاً با لایک کردن و سابسکرایب کردن از کانال حمایت کنید و در ویدیوهای بعدی همراه هم باشید. تا ویدیوی بعدی روحتون در آرامش و آگاهی باشه. تا سفری دیگر به ژرفای روح، بدرود.